یه کاری که خیلی خوبه که الان داره راه افتاده و میشه اینه که بیان مثلا سقف سولارشون رو سولار پنل بزنن. الان خب توربینا گاز مصرف میکنن، گاز طبیعی که CH4 دیگه که خب کربن تولید میکنه وقتی تو هوا بره، که مثلا اون همون نیروگاه رو بتونن یه ذره تغییرش بدن، یه هیدروژن به عنوان اینپوت بگیره. حالا خیلی تو دنیا بحث سیستم‌های 100% رینیوبل مطرح میشه که کاملا 100% توان و برقشون از طریق رینیوبل تأمین کنن. آلمان که تو زمینه مثلا توربینای بادی که انقدر دیگه نصب کردن، تقریبا تو زمینه عادی شما نمیتونی نصب کنی، بعد بری تو اقیانوس و دریا و اینا بهش میگن آفشور ویند. تو مدرسه هم خیلی اهل فوتبال بودی. آره مدرسه باختم که نباید میدادین. یه خاطره تاریخی تو مدرسه احسان گذاشتین که تا چند دوره بالا پایین رو درگیر کرده بود. یادم مثلا ردبول این اتفاق افتاد. آره اینو بگو یه قشنگ بگو. تو مدرسه محبوب ترین معلمت کی بود؟ محبوب ترین خب آقای صباغی رو خیلی دوست داشتم، چون هم معلم راهنمای سوم بود هم پیش دانشگاهیمون بود. مثلا واقعا یکی از خوب ترین آدمای مدرسه بود. حالا تو مثلا آقای کیوان رو من دوست داشتم، به ما حساب دیفرانسیل و اینا درس میداد. خوب بودن کلا همه. بعدم داشتیم ولی در مجموع. حالا بعداشون کی بودن؟ نه بگو اب نداره. بعد از چه لحاظ؟ از هر لحاظ. اذیت کرده. آره. یعنی باهاش صاف نیست. خاطر بد داری ازش. بعد عکس کی اومد تو ذهن شما؟ مثلا آقای تو ذهنم مثلا. ولی اسما رو بوق بذارید، واقعا چیز نیست. نه بوق بذارید. چرا؟ رو مخ بود یه ذره دیگه. کلا آدم رو مخ. هنوزم هم میگیره. هنوزم هم میگیره. هنوز موقع بقیه است. بعد کلا خیلی، حالا نه شخصیت خاصی رو کاری ندارم، این دیدگاه 0 و 100 رو تو مدرسه چجوری میدیدی؟ ببین بالاخره تو آدمی هستی که حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتی جاهای مختلف دنیا هم درس خوندی هم زندگی کردی. با نسبت به تجربه‌ای که تو مدرسه داشتی، حالا نه سوال آخره ولی نمیخوام چیز باشه، با نسبت به تجربه‌ای که تو مدرسه داشتی به نظرت اون رفتارها درست بود، غلط بود، خیلی غلط بود یا نه چند تا تغییر ساده میتونست خیلی اتفاقات خوبی رو رقم بزنه؟ ببین نه، من به نظرم چیز خیلی غلطی من ندیدم به شخصه. یعنی در مجموع رفتار مثلا معلم‌ها با بچه‌ها، حالا خود آقای تنها با بچه‌ها رفتار معقولی بود. چیزی که مثلا فشار زیادی رو ما بذارن، من به شخص خودم تجربهشو نداشتم. حالا میگم یه ذره آقای سهیلی و سر همون ماجرای درسی و آقای رفیق دوست یه ذره فشار بود، ولی مثلا آقای صباغی همیشه رفتار محترمانه خوب بود در مجموع. یعنی من از این لحاظات تغییر خاصی نمیبینم که نیاز باشه واقعا. یعنی 0 و 100 من چیزی ندیدم دیگه. معلم البته یه چیزی چی؟ بگو، حالا بگو صحبت. مثلا یه چیزی که اون موقع شاید یه ذره شرایطو سخت‌تر می‌کرد، مثلا دههای محرم هر روز صبح اگه خاطرت باشه 1 ساعت و نیم قشنگ برنامه، 1 ساعت 1 ساعت و نیم برنامه بود که اون یه ذره به نظرم زیاد بود برای بچه‌های تو اون سن که هر 10 مثلا شب 10 روز محرم اینجوری باشه. اینا رو حالا اگه بخوای یه قانون مدرسه رو عوض کنی چی رو عوض می‌کنی؟ قانونی ها من به اون صورت الان تو ذهنم نیست که عوض بخوام بکنم، ولی یکی از بحثایی که حتما باید اضافه شه به نظرم آموزش‌های آپ تو دیته که این خب تو مدرسه ما خیلی ضعف داره. که من اتفاقا همین دیروز با یکی از دوستان که تو مدرسه اکتیو صحبت می‌کردم، یعنی مثلا الان کاری که دارن میکنن کاری که مثلا مربوط به 10 سال پیشه، زمان ما کاری میکردن مربوط به 10 سال قبلش بود که حالا اینا حالا مفصل‌تر میتونیم صحبت کنیم. مثلا بحث همین هوش مصنوعی و اینا خب تو دنیا الان خیلی داره همینجوری میره جلو دیگه و خیلی خوبه که مدرسه شروع کنه آموزش‌های بیسیک اینجور چیزا رو به بچه‌ها بده، یه دیدی بده که اینا پس از میخوام برن دانشگاه یا هر کاری میخوام بکنن به نظرم خیلی موفق‌تر میشن.
ولی خب یه ذره شاید مدرسه تمرکزش کماکان رو بحثای مذهبی و اعتقادی شاید زیاد باشه و اینو یعنی شاید بشه یه سری برنامه ها رو بالانس کرد که به این چیزایی که واقعا تو دنیا خیلی بروزه و باعث بشه که بچه‌ها تو آینده تو محیط کار تو دانشگاه تو هر خارج از کشور میرن موفق تر باشن و به نظرم بیشتر عملاً تمرکز هم خب بذارن. نمیشه جلوی بچه‌ها رو امروز گرفت دیگه. قطعاً. یعنی دیگه ساده ترین چیزی که همه یه چت جی پی تی بگیره دستش به همه دنیا دسترسی داره دقیقاً. و ما هم هرچی فشار بذاریم تهش انگار انرژی بیخودی گذاشتیم. آره زمان ما باز یه ذره فرق میکرد. خب بالاخره سیستم بسته تر بود. مثلا ما اون موقع گوشیش که نداشتی، اگر هم داشتی اینترنت خاصی نداشت گوشی. الان نه مدرسه اجازه میده بچه‌ها موبایل ببرن یا شما میدونید ظاهرش اینه که اجازه نمیده ولی همه یه جورایی داره. کلا همه سن چیز داشتن موبایل هم اومده پایین‌تر. دقیقاً. زمان ما مثلا دبیرستان همه موبایل داشتن، الان دیگه از چه میدونم من خودم از اول دبستان. دانشگاه موبایل داشتم. خب حالا من یادمه که تو آره. پیش دانشگاهی یا آره. سوم مثلا با ما بچه‌ها بعضیا آره. مثلا نوکیایی که زیرش گرد بود آره، یادم نیست دقیقاً. چی بود. از امیر بعد دوم بپرس. سوم دبیرستان میکنم گوشی خریدیم اون سونی اریکسون بود که دیگه نهایت قابلیتش یه بلوتوث بود دیگه. آره یه آره. کلیپی برای هم دیگه میفرستید. آره 66 آره دقیقاً 66 رو ما اوج هنر بچه‌ها این بود که مثلا سی دی جابجا می‌کردن. دقیقاً. فلاپی هم بود ولی CD زیاد جابجا میشه داره. ولی میگم اون موقع خب بسته تر بود فضا و شاید کمتر به چشم می اومد این قضیه. الان دیگه واقعا برای اینکه بتونه با همین سرعت زندگی پیش بره مدرسه باید خیلی به نظرم آپدیت کنن خودشون رو تو مسائل روز. این به نظرم چیزیه که من میگم دیروز از مهدی مش پرسیدم اتفاقا که چون میدونستم احتمال تو مدرسه یه جرجرانه میگم اونام این خیلی مهمه که بروز شن واقعا تو آموزش و اینجور مسائل. اینو پرسیدیم که یک معلم منفور گفتی، چند تا معلم خوب گفتی، در مقابلش معلم منفور نگفتی. اصلا داشت تو آره تو دلت مونده بود. ببین خب مثلا من با شخص آقای میونه خوبی نداشتم کلا. آره با ایشون یه ذره زاویه داشتم. بعد دیگه تو بذار ببینم تو سومم یکی دیگه بود مثلا یه دونه. حتی اینا خب معلمای همینجوری بودن نمیشه خیلی اووردشون تو سیستم. مثلا ما یه معلم شیمی داشتیم اسمشون الان خاطرم نیست. نه یه دونه آقای نه شما داشتین نه ما آقای کوچکی بود سر. آره یه چند ماه اومد بعد آقای سلطانی رو برای ما آوردن وسط سال سلطانی. یعنی عوض کردن. مثلا ایشون هم باشه از زاویه داشتم بحثم شده بود یه بارو دیگه. کس دیگه از بگو. ببین بالاخره حالا ما یه دورانی داشتیم نمیگیم اون آدم بده. آره ما باهاش اصلا شاید من بد خاطره بدی نداشتیم. شاید من بد بودم. ولی اینی که مثلا میگم اگه بگن چون حالا دوره به دوره فرق میکنه و خب یه دوره هایی اصلا گفتم ما دوران جوونی مدرسه بوده و دوران تراوت مدرسه همه راضی بودن. هرچی میره جلوتر و هرچی داره سیستم میگذره اتفاقا آدم هم عوض میشن. بله. کسی که ما زمان خودمون میگفتیم آقا این خیلی خوبه ممکنه 4 دوره بعد خیلی بد بوده اصلا یا یک تجربه بدی توی ذهن مثلا یکی گذاشته. من چون خودم معلمم واقعیتش اینه که یه وقتی تو با یه کسی گلت نمیگیره دیگه یا نمیگیره یا آقا اون روز من اصلا حالم بد بوده یه کاری کردم با تو و اون خاطره مونده برای تو اصلا. آخه آدمیم دیگه یه روز حالم بد یه روز حالم خوبه. این آقای هم خیلی تو خاطرات فیوریت هم نبود خیلی هیچ وقت. ولی بقیه تعته خب مثلا از کلاس های اشتراکی زیاد 2 بار اخراج شده بودن ولی اون آدم کولی بود کلا من باهاش مشکلی نداشتم. جالب اسامی که میگه هنوز همه تو مدرسه هستن با اینکه خیلی مدرسه عوض شده ولی آقای همشون هستن. تو مدرسه ضرر حالا مالی جسمی روحی دیدی یا زدی به کسی؟ جسمی دیدم. سر چه قضیه؟
سال همون اول دبیرستان بود. اتام برای اینم آقای سویلی من گفت میری چه شورا. ما با یکی از آقای سویلی منو خیلی تهدید به شورا میکرد واقعا. سال اول بودیم، بعد تو نمازخونه بودیم اگه اشتباه نکنم، با طاها رضوی و بنیامین ابریشمچی بودیم. بعد من یه چیزی به طاها رضوی گفتم، دیگه همین شوخی داشتیم میکردیم و فلان و اینا، هم افتاد دنبالم مثلا حالا اینا. بعد من افتادم، بعد همینجوری یه لگد زد اینجام، قشنگ اینجام در رفت کامل دستم. یعنی یه مدت قشنگ تو آتل و آرنج یا آره آرنج اینا اینجا بود. دقیق شد نمیدونم، یادم نیست. نه این نشکست. نه نشکست، خدا رو شکر نشکست، ولی در رفت. ولی مدت زیادی تو آتل بود دستم. بعد که اونم دوباره آقای سویلی ما رو کشید که خب چی بوده قضیه که تو چی گفتی؟ جزء بچه شرای دورتون محسوب میشدی تا سال دوم آره، ولی سوم و پیش دانشگاهی دیگه آرومتر شدم. چون میگم موقع خیلی بخصوص اول درسم خیلی خوب نبود، بازیگوش بودم کلا، خیلی چیز نبودم. تو اتفاقات اسمی مدرسه شرکت داشت که میگن از شکست‌ها افراد نتیجه گرفتن. نه اصلا همیشه میگن شکست‌ها نتیجه میگیری. تاها که 3.5 میلیون دلار فروخت شب و 6 میلیون فروختش دیگه. فروخت به چیز دیگه، به گل رنگ بخشی شد. آره نه این منظورم اینه که اگزییت خوبی داشت. آره اگزییت خوبی داشت. لرا زدی به کسی؟ اگه چیزی میدونید بگید، من الان تو ذهنم اون موقع مثلا 70-80 هزار تومان بابت عینک زیاد بود. عینکی در بله کرد. این خیلی جالبه خاطرش. تو صف نماز جماعت بودیم، داشتیم نماز میخوندیم، یعنی نماز جماعت بود. بعد یکی از بچهای دوره امیر، حسن احمدی، اون خب عینک میزد، کلا عینکای برندم میزد همیشه. بعد دیگه سر نماز گذاشته بود رو زمین، دیگه منم وسط نماز دستشوییم گرفت، نماز همینجوری شیکوندم، اومدم بدوم که برم، قشنگ پا رو رو عینک بند شده عینک. خیلی جدی بوده. حالا یا می‌خواستم بپیچم یادم نمیاد، فکر کنم ما اول یا دوم بودیم. ما اول بودیم. حالا حوصله نداشتم یا واقعا دستشویی داشتم. مثلا یه هفته بود عینک. آره عینک برندم بود، قشنگ یادمه. ما هنوز رفته 70 تومن پول عینک دادی. آره اون موقع مثلا 200 دلار پول عینک داده بوده مثلا. آره. ولی بنده خودم چیزی نگفت واقعا. دبیرستان واقعا من با آقای سویلی حق میدم. یعنی همین الان 10 تا خاطر از دبیرستان. ولی حسن احمدی آدم بسیار با معرفتی بود و چیزی نگفت که مثلا آقا برو یکی برام بخر ضررشو بده، اصلا به روی خودش نیومد واقعا. خب عرض کنم خدمتت که هم تجربه زندگی تو انگلیس رو داشتی، هم تجربه زندگی تو آلمان. انگلیس یا آلمان؟ ببین به نظرم اولا انگلیس جا با جاش خیلی فرق داره، یعنی لندنش اصلا یه دنیای دیگه ای تو بقیه شهراش. برای آدم جوون که کجا ساکن بودی؟ من لندن بودم. برای آدم جوون که پول تو دست و بالش باشه لندن به نظرم بهترین جاست. ولی اگه شما بخوای تشکیل خانواده بدی و مثلا یه خونه خوبی داشته باشی و بتونی یه ماه به ماه یه پولی جمع کنی، اینا آلمان 100% بهتره. آره آرامش بیشتری داره. دور از این که تعصب آلمانی داری. نه واقعا دور از تعصب. آلمان بهتره. آره واقعا آلمان به نظرم از این لحاظ بهتره، ولی برای یک جوون که میخواد یعنی لندن یه جور مثل تهرانه، قشنگ زندگی خانوادگیه بیشتر تو لندن. خانوادگی نیست بیشتر تو لندن. شور و هیجان داره شهر. ببین کلا از شور و هیجانش منظور. آره از این لحاظ که کلا زنده است شهر، همه جور امکانات هست. و تو اروپا خیلی شهر کم، یعنی شهر کم اینجوریه. بله. اسپانیا مثل که اینجوریه. اسپانیا اینجوری داره، حالا پاریس تا حدی اینجوریه، ولی لندن واقعا به نظرم خیلی شهر جالبیه. و از اونور آلمان خیلی شهر خانواده دار و البته آلمان که کشوره، ولی همون منظورم آره. ولی من خودم برلین بودم. برلینم شهر نسبتا زنده، ولی یه جوریه که مثلا یک شنبه کلا همه مغازه‌ها تعطیل، حتی سوپرمارکت تعطیل. خب این و مغازه حالت روزهای هفته 7-8 دیگه تعطیل. فقط رستورانا بازو. ولی لندن اینه خسته نمیشی 8 یعنی حالت گرفته نمیشه. دقیقاً خیلی سخته. یعنی به نظرم اروپا خیلی جاهاش مثلا اسکاندیناویا، همین آلمان، بلژیک، هلند، اینا، حالا آمستردام باز نه،
اینا پتانسیل افسردگی برای کسی که مثلا از ایران تنها مهاجرت میکنه رو قشنگ داره. زمستونای سرد 4 بعد از ظهر دیگه تاریک میشه هوا تا فردا مثلا خیلی. و یه شنبه هم همه چی تعطیل. حالا همه جا اینجوری نیست ولی آلمان مثلا اینجوریه. چون من یه تجربه اینجوری داشتم، یکی بهم گفت باور نمی‌کردم. بدم نه واقعا همه چی تعطیله. ولی مثلا هر 5 هفته یه بار یک شنبه ها هم مثلا دوباره استثنا هم بود. آره یه چنین قانونی ولی داره. قانون دارن 5 هفته یک بار. تقریبا اینجوریه. آره یعنی ایناش خب اذیت کننده است. اینکه تو خیلی اهل برنامه ریزی و اینایی از آلمان درس خوندنت میاد یا نه خودت هم بودی قبلش؟ ببین بیشتر شاید از سمت بابام بیاد یه جوری، از پدرم، چون پدرم هم آلمان درس خونده بودن کلا، یه جوری نظم و برنامه‌ریزی رو شاید از پدرم بهم رسیده. سعی میکنم ولی همیشه با امیر چالش داریم تو این مسائل که اصلا هر دفعه بهش زنگ میزنیم نمیدونیم کجای دنیاست. و اینکه حالا اگه ایران با آلمان بازی داشته باشه طرفدار کدوم تیمی؟ ببین خب واضحا طرفدار ایرانم، چون که خب آلمان دست بالا رو داره تو این بازی، میدونی خیلی منطقی احتمالاً میبره آلمان دیگه. خیلی طرفدار بودنش معنی حمایت میکنی برای اینکه آره ایرانو قطعا طرفدار ایرانم تو این چنین بازی. واقعا ایران ببره قطعا خیلی خوشحال میشم، چون اتفاق تاریخیه. ولی اگه آلمان ببره اتفاق خیلی معمولیه احتمالاً تو این سیستم. بعد گفتی که مهندسی برق خوندی؟ بله. هم در از فوق هم دکترا؟ بله. و دکترا رو فوق و آلمان خوندی؟ فوق آلمان خوندم. برق به زبان آلمانی؟ آلمانی انگلیسی. آره. آلمانی انگلیسی آره. بود. آره. بعد سخت نبود یه ذره؟ چرا خیلی سخت، چون همینجوریش مشکل داریم باهاش یه ذره. تزمو به انگلیسی نوشتم ولی کلاسا 70% آلمانی بود. سخت، خیلی سخت بود. و بیش از 40-50 تا مقاله داری تو این حوزه؟ آره. توی در اصل حالا و الان هم خودت در اصل اسیستنت چی؟ من ریسرچ فلوی. آره ریسرچ فلو هم تو همون ایمپریال کالج که حالا یه اجازه به این کارم توضیح بدم. من 2018 دکترام تموم شد. چون همه اینایی که گفتی از اتفاقات مدرسه الان بریم به وجه علمی. آره بریم به وجه بهترش بپردازیم. خب من لیسانس که خب 18 سالگی شروع کردم، همون 8 ترمه تموم کردم. بعد فوق لیسانس رو 3 ترمه تموم کردم. دکترام 4 ساله، یعنی من 28 سالم بود 2018 دیگه دکترامو گرفتم. بعد اون حالا یه سری همین کارهای ایران بود که توضیح دادم چی کار میکنیم. یه سری کارام رفت به صورت فوق دکترا در سالهای اولش و بعدش به صورت پروژه هایی که اونجا انجام میدیم، که بیشتر پروژه ما اینه. خب به صورت خلاصه بخوام بگم اینه که شما مثلا کشور انگلستانی، شرکت وزارت نیروی انگلستانی، ما به شما برنامه میدیم که دقیقا همون بحثی که کردیم برای تا 2000 شما برای 2050 تون چیکار باید بکنید که سیستمتون نت زیرو بشود مثلا. یعنی ما در واقع مشاوره میدیم و سولوشن و راهکار بهینه ارائه میدیم که واقعا چیکار باید بکنید. مثلا برای ایران ما کاملا میتونیم این کار رو انجام بدیم که بهشون با توجه به زیرساختایی داریم، با توجه به پتانسیلی که هست تا 2050 ایران باید چیکار بکنه که بتونه کار انجام بده. و حالا گفتی که تحقیقات در اصل شما اون ایجاد کننده تحقیقات برای کشورها و در واقع ما میتونیم اون تحقیقات رو برای کشورهای مختلف انجام بدیم که آقا شما میخواید 2050 به اون اهداف کربن و اینایی که صحبتشو کردیم برسی، رودمپتون باید این باشه و چیا باید تو شبکه‌تون داشته باشید، کجاها باید نیروگاه بادی داشته باشید، کجاها باید فلان کنید، هرچی اینا ما در واقع یه بهینه‌سازی فنی اقتصادی انجام میدیم که هم در واقع کم هزینه ترین راه چیه در حالی که اون همه چیزای فنی که ما میخوایم رو داشته باشه. که حالا تو این زمینه که حالا بخشی از کار من به صورت شرکتی جداگونه‌ام اینو ارائه میدیم که مثلا برای امارات یه کاری کردیم، برای آلمان کردیم که اینجور راهکارا بهشون میدیم. و اینکه حالا مثلا با شرکت‌های مثلا با شرکت‌های سازمان جهانی و اینا کار داشتین، پروژه چیزی؟ من هنوزم در واقع فعالم تو این زمینه. تو سازمان ملل عضو 2 تا کارگروه‌هاشون در زمینه ساستینبل انرژی و کلینر الکتریسیتی سیستم، تو این 2 تا عضو کارگروه‌هاشون هم که
حتی تو مقرشون تو اروپا که تو ژنوه که با اونا فعالیت دارم و اتفاقا یه گزارش خیلی جامعی هم برای سازمان ملل تهیه کردیم که تقریبا 5000 صفحه است که یکی از چپتراشو من نوشتم که این اسمش از اسم در واقع میشه IPCC حالا چی آن کلایمت چینج، کلا بحث این که برای آینده دقیقاً کشور باید چیکار کنن، سعی کردم یه سری کاری انجام بدم. وطنم ای شکوه پا بر جا. و اینکه حالا یه سوال آخری در مورد تحصیلات و اینا، اینکه رفتی سمت برق به خاطر علاقه خودت بود یا اینکه اون تب و تابی که زمان ما همه میگفتن هر کی اول شد بره برق بخونه؟ راستش من بین دو دوراهی بودم کلا، یکی بحث پزشکی بود یکی مهندسی برق و حوزه خانوادگیتون هم تو همین حوزه؟ مادرم پزشکم، بابام استاد برقم. درست. بعد از طرفی خب اون موقع رشته تاپ بود و من چون توش ریاضی فیزیک زیاد داشت خودم علاقه من بودم واقعا بهش و یعنی اصلا پشیمون نیستم که برق خوندم. و یه سوال، شما که انقدر در حوزه های علمی فعالی، انتگرال چقدر استفاده میکنید؟ استفاده میشه ولی برای من نمیشه. نه شما هم نشده حتی در این لول دکترا هم انتگرال استفاده نشده؟ نه عملا استفاده نمیشه. خیلی چی شدی من علاقه‌مند شدی به درس واقعا؟ یعنی این چیزی بار که خورد. داشتی تعریف می‌کردی اصلا نمی‌دونی. میگم یه جا به بعد حالا به خصوص مهندسی برق ریاضی خیلی زیاده. این به نظرم نقطه عطفش به من ریاضیه بود که همونجوری رفتم جلو. بعد فوق لیسانس دکترا خوندن لزوما تو آپشنام نبود، ولی چون سرباز بودم تصمیم گرفتم فعلا یه دکترام بخونم که سربازی نرم. ولی سربازی به نظرم خیلی همونو دکتر. آره دقیقاً خیلیا. این که بابا و داداشم جفتشون دکتر برق دارن تاثیرگذار بود انتخاب. آره قطعاً موثر بود، چون که خب بالاخره من میدیدم خب این میشه یه کمکی بتونه برای من باشه و خب همین الانم همون بحثی که گفتم مثلا ما تو ایران 0% پروژه رینیوبل انجام میدیم، کار خانوادگیمونه، یعنی تو شرکت سه تامون با هم فعال هستیم و هر سه هم مدارج عالی برق. بله آره. خانواده برق ایران شمایی. بله آره. بابا برقی داره شما منصوب همش تو برقه. اون شما یه رقم ما تو برق نیست. و حالا با توجه به اینکه بالاخره حالا هم گفتی به خاطر نظم خانوادگی و پدرت و هم بالاخره آلمان بودن بی تاثیر نیست این که شما بدونی 5 هفته یک بار یک شنبه بازه خودش یک نظم ایجاد میکنه. حالا یه چیز جالب برای راجع به آلمان بگم، اینجوری بود که آدما یه جوری ساعتشون رو با اتوبوسه تنظیم میکردن، یعنی میدونستن که مثلا الان اینقدر دقیق میومد، یعنی میفهمیدن الان 1:17 دقیقه است مثلا اتوبوس چون اومده. ولی تو سالیان اخیر یه ذره بد شده چون خیلی آلمان هم مهاجر گرفت و این به نظرم رو جامعهشون خیلی اثر گذاشته. آره مرکل خیلی پناهنده اینا زیاد قبول کرد، از سوریه به خصوص اینا، از افغانستان اینا خیلی اومدن تو آلمان و اینا کلا مهاجرایی که خب از خاورمیانه و جهان سومی هم بالاخره در نهایت رو اون اثر میذارن بالاخره دیگه. یه ذره قشنگ شما تأخیرات دیگه داری میبینی، سیستم ذره خود آلمانی‌ها شاید تأخیر نداشته باشن ولی در کسب و کار رو رفت آمد بالاخره حتی اثر گذاشته. آلمانی‌ها آدم میبینه اثر گذاشته. آره دیگه اونا اینجوری هم میشه. مثلا قدیما هیچکی خیابونو مثلا واسه ردشی چراغ قرمز و هیچ کی رد نمیشد، ولی الان این آلمانی هم داره رد میشه. قدیم واقعا نمیدی چه دیگه تنها نیستی. قشنگ صادر کردی. نه این تنها نیستی، خودش خیلی خوبه. این خودش خیلی خوبه. و حالا مثلا این نظم، چون خودم من یه زمانی خیلی اینجوری بودم و خیلی این بالاخره این قسمت ذهن آدم رو درگیر میکنه. مثلا میگم یهو الان بگم آقا همین الان بیا جمع کنیم بریم شمال، مثلا نداریم. نه تقریبا برای من خیلی سازگار. آخه رفیقات قشنگ اینجوری هستن. آره بله متاسفانه قشنگ که اصلا اینجوری ان بیسشون اینه. ببین اتفاقا خاطره داریم تو این زمینه با همین دوستان، ولی شاید یه دید دومی هست این و اون اینه که شاید نمیخواستن من بیام اصلا، صرفا فقط خواستن بگن. آره یک سیاست ما گفتیم. آره این برای من باز نیست. چون که همه شب خونه ما خوابیده بودن، صبح بلند شدیم گفتیم چیکار کنیم، ظهر بریم شمال.
زنگ زدیم آقا بریم شمال. آقا کی اینجوری میره شمال؟ برنامه مگه نداری؟ چون گفتم نه ما نداریم، ما داریم میریم. اگه میای بپوش بیا. گفتم من زندگی برنامه دارم کار خب نیام. حالا تو که انقدر منظمی چرا به خاطر چند یورو این امیر بنده خدا رو 4-5 ساعت فرودگاه دبی معطل کردی؟ میخوای داستانشو بگو چی بوده؟ بذار واقعیت داستانو میگم، خودش هم واقعیتشو نمیدونه. ببین 2 تا پرواز بود که میومد به سمت دبی از لندن، یکیش ساعت 5 میشست، یکیش مثلا ساعت 8 و نیم میشست. پروازی که امیر میخواست بگیره ساعت 7 میشست. به امیر از تهران میومد. امیر از تهران میومد. بعد من گفتم الان به امیر بگم آقا من 8 و نیم میام، این میگه نه پس من 11 رو میام. این اصلا تخصصش کرکل و این که بخواد حال منو بگیره. گفتم امیر من اون 5 رو گرفتم، تو همون 7 رو بیا دیگه، من وای میستم تو برسی و اینجوری. ولی من همون 8 و نیم رو گرفته بودم. از اول همونو گرفته. از اول همون اصلا گرفت، خودش نمیدونست. گفتی تو معطل میشی که اون با خیال راحت بیاد. بعد ولی مشکلش این بود که به امیر آخر نگفتم من 8 و نیم میرسم. بعد امیر بنده خدا زودتر از تو فرودگاه، بعد هر مثلا مسافری از لندن میومد وای میستاد ببینه من میام. تقریبا بنده خدا 2 ساعت اینجوری الاف شد حدوداً. ولی خب بعدش رفت تو قیافه و اینا، بعد اصلا نیومد جلو و اینا. بعد گفت نه باید امشب و نه فردا کلا هزینه همه با تو اینا تا من با تو سلام کنم. بعد اینجوری به من ضرر شد. یعنی به خاطر چند یورو نبود، اتفاقا از پولی ضرر داشت، زمانی به خاطر یه ذره زمان بودش که. و اگه بخوای با 3 نفر در طول تاریخ، خیلی محدودیت زمان و مکان و مرده و زندهش هم نداشته باش، بخوای بری سفر با کیا میری؟ ببین اگه از رو تجربه‌های شخصیم بخوام بگم، خب یکیش قطعا امیر رفاهیه چون بسیار آدم خوش سفریه، و محمد علی تحصیلی، این 2 تا رو حتما باشون میرم سفر، و اون رضا فضلی اون یکی دوستم که گفتم. ولی اگه بخوام یه ذره تاریخی تر نگاه کنم، مثلا با نولان خیلی دوست دارم هم سفر شم. به نظرم سر نولان دیگه. آره سرم شد پیروزه. با نولان خیلی دوست دارم هم سفر شم. تسلا یا ادیسون؟ تسلا. آره بین 2 تا تسلا رو مثلا. کسی میگه ادیسون اصلا؟ شاید بگه ادیسون. یعنی توکلی رو انتخاب کنه. اسمشون اومد دعوتش میکنیم در کیکست. بعد حالا تو تاریخیایی که تو ایران بوده، مثلا امیرکبیر رو من واقعا به نظرم آدم جالبی بوده، ولی نمیدونم خوش سفر خوبی هستن اینا یا نه. آیا حمام فین کاشان میرم؟ حموم انتخاب میکنی؟ خب حالا اسم بچه‌هایی که اومدن بگیم، هم دست امیررضا رفاهی یه دفعه باید به عنوان مهمان بیاد، محمد علی تحصیلی، طاها رضوی. آره البته محمد علی تحصیلی که کاناداست. آره اون نمیشه، اون دم دستمون نیست. مشاور مباحث مالی از محمد علی تحصیلی میتونین استفاده کنید. حتما. که ببین شما، آره این خیلی جالبه، شما هر چی در حوزه حالا ترید و فلان و اینا، بورس، کلا هر چی میگه شما برعکسش انجام دادی برد کردی، موفقی، قشنگ موفق. اینا یعنی واقعا هر چی مثلا میگه من اینو خریدم، مثلا این فرداش 50% افت کرده واقعا بدون اغراق. یعنی خیلی جالبه کلایی. هر چی میتونید دلار بگیرید، امشب اینا میزنن دلار میکشه بالا. سرخط خبرها اونا زدن و چه زدنی، دلارم کشید پایین. اصلا یه وضعی. حسرتت تو زندگی چی بوده؟ و کلا چه کاری دوست داشتی بکنی که هنوز نکردی؟ حسرت خاصی ندارم حقیقتش. یعنی سعی کردم اون کاری که همیشه دوست داشتم انجام بدم. شاید مثلا یاد گرفتن یه ساز و بعدم نمیومد که، یعنی یه ذره تو لیسانس هم شروع کردم ولی دیگه درگیر اواخر لیسانس بود، درگیر آلمان رفتن اینو شدم ولش کردم. برنامه نمیرسی دیگه عملاً. هنوز اون چیزش نیومده دوباره، یعنی نمیرسم. آره واقعا. و غلط ترین باوری که تو زندگی داشتی به نظر خودت چی بوده؟
که یه جا به اینجا رسیدی که دیگه آقا این مثلا چرا من رو این پافشاری میکردم؟ غلط ترین باور امیر تو چیز زنت هست؟ دید تو؟ حسین خیلی به باورها به خودش پایبنده، یعنی تقریبا با همون اصول، یعنی از 18 سالگی مثلا میشناسم شد با همون اصول هنوز اومده جلو و زیاد تغییر زیاد تغییر نداشته توی اصول و مثلا باورهاش. هیچ باوری نبوده شخصی یا اجتماعی که حس کنی آقا این، حالا نه اینکه خیلی هم پشیمون باشی ازش. یه جور دیگه سوالو بپرسم، اگه برگردی به قبل کرونا و حسین عاملی رو اون موقع ببینیش و فقط بتونی بهش بگی یه کاری رو نکن، نمیتونی هیچ کار بکن، چی میگی بهش؟ چه کاری رو نکن؟ ببین حالا تو زمینه کاری بکن دارم، یعنی نکن ندارم، و اون اینه که شاید اون بحث کار شرکتی که راه انداختم و زودتر بعد راه مینداختم و کرونا خب خیلی موثر بود که نشد، چون دیگه همه چی کلا ریموت شد و بسته شد و اینا، منو عقب انداخت. اون چیزی بود که قطعا میتونست جزء از نکنها چی؟ حالا کاری غیر کاری رفت از نکنها شاید تو بحث کاری استرس اینا زیاد دارم که ولی به نظرم واقعا اونقدر ارزش نداره که آدم بخواد اینقدر سخت نگیر. آره واقعا این سخت میگیرم خیلی مسائلو که شاید نمیدونم چیکار بکنم که بتونم سبک‌تر بگیرم، ولی این چیزیه که کلا هم اهل تجربه های جدید نیست، مثلا نفر اول باشی حرکتی بکنی، کار هیجانی بکنی، نمیدونم ریسک اگه احساس سنگین. کنم نه، اگه احساس کنم ریسکش سنگینه نه خیلی. این مثلا اگه یه سرسره تو پارک آبی تو دبی بخوای بیای اول بقیه رو میفرستی؟ نه آخه ببین چون این خاطره‌ای به ما گفتن که شما دارین اونجا ظاهرا اخلاقی نبود حقیقت خاطره، حالا تعریف کنم. اتفاقا با آقای رفاعی بودیم رفتیم دبی، من پارک آبی تا رو نرفته بودم، مثلا حالا شهر بازینام خیلی میگم حالا که چی، یعنی خیلی پوینتی توش نمیبینم و رفتیم پارک آبی دیگه به اصرار. مثلا فراری ورد سوار نشدی؟ من نرفتم فراری ورد اصلا. آره انگلیس و اینا ترنا خیلی معروفی داره، اصلا نرفتم، اصلا جذاب واقعا برام نیست. بعد رفتیم پارک آبی تو دبی، گفتم امیر خب حالا اوکی بریم یه 4 تا چیز، مثلا یه سری اونجا رودخونه داره، بعد مثلا ملت با قایق توشن و خیلی ملو، گفتم خب اینه که خوبه اوکی بریم و اینا، حالا بریم یه دستگاه، بریم یه دستگاه سبک، گفتم خب بریم. بعد رفتم دیدیم خب مثلا یه سرسره است، گفتم چه باحال یه سرسره مثلا اینجوری داره میاد دیگه، خیلی جالبه، بریم. رفتیم بالا و دیگه یارو منو هول داد، رفتم تو، دیدم که این چرا تموم نمیشه، تقریبا 30 ثانیه اینجوری اینا، یعنی واقعا داشت هی استرس داشتم نکنه وسط من اینجا پرتاب شم. بعد یهو رسیدم پایین و افتادم تو اون حوضچش و فلان اینا، بالا اومدم قلبم بالا نمیاد. بعد ظاهرا امیر آقا ما رو سخت‌ترین دستگاه همون اول برده بود که این خب اخلاقی نه، تا همون اول به من میگفتی این دستگاه سختی، من با این دید وارد میشدم، یا اگرم به زور میرفتم حداقل با دید داشتم آقا یه چیز سختی، من دنبال یه ملو بودم، یه سرسره است خیلی راحت گیریم تو آب و فلان و اون قیافه موقعی که از آب اومد بیرون من اومدم تصویر اون صحنه بودیم. آره خیلی اصلا واقعا قلبم داشت محکم میزد و آره من تجربه‌های هیجانی و خیلی نمیدونم دنبالش نبودم تا الان. آره. و اگه رفقات بخوان با یه صفت معرفیت کنن به نظرت چیه؟ حالا اینو باید احتمال زیاد از دوستان بپرسیم، ولی فکر میکنم ما از دوستان پرسیدیم، شما بگو. شما بگو چند تاشو من میگم. بگو که خودت فکر میکنی چی میشناسنت. آخه جنبه‌های مختلفی هست فکر میکنم، ولی خب در مجموع آدم پایه‌ای هستم، حالا نه برای اون هیجانات سنگین و فلان و اینا، ساپورتیوم،
حمایتی، یعنی فاز حمایتی رو دارم، ولی شاید امیر آقا نظر دیگه ای داشته باشه تو این زمینه. البته اگه اون برنامه شمال یهویی و اون برنامه هیجانی رو بزنیم کنار، رفقام گفتن که خیلی آدم با مرامی. آره شاید با مرام بودن باشه و اینکه خب در مجموع هدفمند بودن شاید یکی دیگهش باشه. که واقعا این چیزی که ما پرسیدیم از دوست در رفقات همه تو همون اولین کلمه گفتن خیلی مرا معرفت چیه؟ مرا معرفت اینه که اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام. خب خدا این به نظرم خیلی خوبه که آدم همچین چیزی از خودش بذاره تو لطف دارن طبیعتا دوستان. نمیدونم کیا بودن ولی سعی کردم که من بین 2 تا کلمه میخوام خودتو توصیف کنی. خب با توجه به اینکه تو سن کم موفقیت‌های خوبی ماشاءالله کسب کردی، حسین عاملی با استعداد یا تلاشگر؟ فکر میکنم ترکیب جفتشه. نه اونقدر خودم فکر میکنم خیلی با استعداد باشم، ولی نه اونقدرم تلاشگر. یه جورایی به نظرم ترکیب جفتش خوب بهم جواب داده. یعنی حالا فرض مثال بخوام یه مثال بزنم، من همیشه تو حالا دانشگاه تو امتحانایی که میدادیم به نظرم عمل کردم از تلاشی که میکردم همیشه بهتر بوده. یعنی مثلا بلد بودم چجوری سفر رو پر کنم. حالا اسم اینو میشه چی گذاشت. آره تو هم همینجوری بودی. آره بافتن رو خوب بلد بودم. ولی فکر میکنم که خب قطعا تلاش خیلی فاکتور مهمیه، ولی به نظرم آدم باید تو اون حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه یه استعداد هم حتما داشته باشه که بتونه خوب پیش بره، ادامه بده. و اگه قرار باشه که حسین عاملی 50 ساله رو ببینی، دوست داری که چه جمله‌ای رو بهش بگی؟ تو خودت یه ذره بگو ببینم چی تو ذهنته. مثلا من اگه بخوام به خودم تو مثلا 15-20 سال آینده یه حرفی بزنم، میگم که قدر همینی که الان داری رو بدون، چون اون موقع هم قدر اون چیزایی که داشتی رو باید میدونستی. من فکر میکنم باز برمیگردم به بحث همین که سخت نگرفتن. واقعا حس میکنم دنیا اونقدر ارزش نداره که آدم بخواد سخت بگیره، استرس بکشه. واقعا همین، چون اون موقع احتمالا آدم خیلی بیشتر تو کار و تو اینجور داستان سخت نگیر حالی شده. و اگر قرار باشه یک جمله از حسین بمونه برای آینده، حالا خودش بقیه همه، اون جمله رو چی دوست داری بگی که بمونه؟ میخوای به اینجا بگو که ببین من سعی میکنم یه قانون کلی تو زندگیم داشته باشم و اون فکر میکنم که یه حدیث از حضرت علی اگه اشتباه نکنم که میگه آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. من اینو سعی کردم تو همه حوزه‌های زندگیم، چه کار چه رفتار، روابطم با بقیه، چه همه اینو رعایت کنم که این به نظرم اگه همه این کارو بکنن واقعا کلا دنیا گلستان میشه. این به نظرم واقعا سرلوحه همه باید باشه. خیلی عالی. اگه حرفی، صحبتی، چیزی برای آخر کار داری؟ نه عرض خاصی نیست. خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردید. افتخاری بود که در خدمت شماها بودم و همین دیگه. تشکر. ما هم خیلی ممنونیم که در خدمتت بودیم. یه تشکر ویژه مجدد از اسپانسرمون شرکت اسمارت بیلد که حالا از قضا با حوزه حسین هم که بحث انرژی سبز هست همخونی داره و تو این حوزه ساخت و ساز دارن. یه تشکر از ایشون و تشکر از همه دوستانی که توی تهیه این قسمت کمک ما کردن. ممنون و متشکر. خدا نگهدار. اسم برنامه‌مون کیکسته در کاری از قانون فارغ التحصیل در قرار نیست دادم چی ما مسکه در ما به مدرسه نیستیم وابسته این کس تو ببین صفا کن بیا یادی
قبلنا کن. مهمون داریم از موناکو تا تریندیداد و توباکو. یکی کلوف شده پارتیش، یکی رکاب زده تا پاریس، یکی هات تا دم پاییز از شیر پسته نارسیس. رفیقا جمع عجب مهمونی دارم، سلام برنامه ضبط بریم دوتا بیار چای نبات. فدات حل چشات گوشی زنگ خورد بدکات اعضای شورا. صلوات اینا بچه هروی هن، میدونی چه گل پسری هن، خوب میشناسی اگه نبینی هم که رواتوریش گفت فسوری هن. رفیقام همه قلیونی هن، با همه دوست جون جونی هن، یا تو هیئت و مولودی هن یا تو پارتی و مهمونی هن. در اسم برناممون کیکسته، در هرچی تابو بوده شکسته، در توی دل مخاطبا نشسته، در کجشون اومده تا دسته. اکبر چی میگن اینا؟ این مسخره بازی و اینا رو جمعش کنید. اینو دیگه همه میدونن ما مستقلیم، وابسته نیستیم. آره بابا جون.